تر میشیم. یأس ما در برطرف کردن تنهایی ادامه پیدا میکنه تا اینکه روزگاری در زندگیمون عاشق میشیم. یک نفر رو میبینیم که روانشناسا بهش میگن ماجیکال آدر، دیگری شگفت‌انگیز، و ناگهان این حس رو در اعماق ناخودآگاهمون تجربه میکنیم که بالاخره پیداش کردیم. بالاخره کسی که میتونه اون خاطره، اون همبستگی مطلق رو برای ما دوباره بازآفرینی کنه رو در این جهان پر از تنهایی پیدا کردیم و برای همین اون آدم اسمش ماجیکال آدره، چون شگفت‌انگیزه، چون جادویی حضورش. اون آدم رو میبینیم با همه وجود عاشقش میشیم و اون آدم خیلی آدم مهمی برای ما میشه، چون وصل میشه به بنیادی ترین آرزوی ما، یعنی این که دیگه تنها نباشیم. اون آدم خیلی جادوییه برای اینکه وصل میشه به اولین زخم زندگی ما، یعنی اون زخم جدایی از مادرمون، و این وعده رو به ما میده و این حس رو در ما تولید میکنه که با حضور اون آدم ما بار دیگه کامل میشیم، تنهاییمون رو میتونیم از بین ببریم و یک رابطه بی‌نظیر و فوق‌العاده رو تجربه کنیم. ما اینجا عاشق میشیم و من فکر میکنم هر نوع عاشق شدنی پیروزی امید